اشاره به این کردین که ساختار برندسازی و فرآیند رو هم مدیر باید باش آشنا باشه. حتما. من نمیتونم برندینگ رو اندازه‌گیری بکنم، چجوری میخوام وقتی مدیریتش شاخصاشو بکنم؟ نمیشناسم. دقیقاً. پس مدیر اول خودش باید دانش کافی رو راجع به فرآیند برندینگ داشته باشه و حالا بحث‌های اجرایی توسط یک کارشناس دیگری قراره انجام بشه. آموزش این روزا مهمترین عامل اثرگذار در بازاریه که ما بهش میگیم بازار علمی. حداقل اون اونر، اون مالک برنده، اون کسی که قراره این توسعه رو داشته باشه ولی الان بودجهشو نداره، دو تا راه بیشتر نداره: یا خودش آموزش ببینه یا مشاوره بگیره. اگه میخوای 1 سال حکومت بکنی، گندم بکار. 2 سال جو بکار. 10 سال درخت بکار. اگه میخوای 1 عمر حکومت کنی، انسان پرورش بده. شما در حوزه شبکه‌های اجتماعی و تولید محتوا باید اطلاعاتت بالا باشه. شاید کارشناس تولید محتوای شما داره مسیر رو اشتباه باید میره. آشنا باشی. شما به عنوان یه مدیر باید بتونی حتی خطاهای اون رو بگیری، ولی قرار نیستش که کار اون رو انجام بدهی. پس مدیر کارش چه تعریفی داره؟ مدیر کار نظارتی داره انجام میده. کی میتونه کار نظارتی انجام بده؟ آشنا بشه با کسی کار. که آشناه. میگه دانش اندازه‌گیری. یعنی بتونید عوامل کیفی رو به کمی تبدیل کنید. شما وقتی میتوانید چیزی رو مدیریت کنید که بتوانید آن رو اندازه‌گیری کنید.